بجای دولت و دولتداری یک تشکیلات نظامی انتحاری و تروریستی حاکم است. گروه طالبان امروز اونچنان یک تصویر مضحک، خشن و متحجر از اسلام معرفی کرده که باعث بدنامی اسلام و دینداری در جهان شده. بجای ملت‌سازی تشدید نفرت قومی، تعصبات و دشمنی ها حاکم گردید. در این روزا میشنویم هر کسی از زاویه خاصی و تحلیل فاجعه میپردازد که همه اینا برای ما قابل تأمل است. اما با اغتنام از فرصت در نشست امروزی بازخوانی فاجعه بسیار اسد را از یک زاویه دیگر، یعنی پیامدهای مخرب و فاجعه باری در یک چند محور کلیدی به صورت بسیار مختصر و فشرده با شما عزیزان و حضار گرامی در میان میگذارم. هموطنان گرامی، حاکمیت سیاه گروه طالبان علاوه بر انبوهی از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که برای کشور ایجاد کرد، اونچنان ضربه های سنگین معنوی و فرهنگی بر بنیادهای شخصیت و هویت ملت و کشور ما وارد ساخته که آثار و پیامدهای تلخ و ناگوار او تا سالهای متمادی جبران نخواهد شد. زیان این ضربه ها به مراتب سنگین‌تر و ویرانگرتر از انتحار، کشتار و صدمات مادی است که این گروه بر مردم و کشور ما وارد ساخته. من چند مورد را به صورت بسیار مختصر خدمت شما یادآوری میکنم. اول، فروپاشی روند دولت ملت سازی در افغانستان است. همه ما میدانیم که روند دولت ملت سازی در افغانستان همواره یک روند معیوب بوده و هیچگاه بر مبنای واقعیت‌ها و حقایق کشور استوار نبوده و به همین جهت حداقل در طول 100 سال اخیر که شاهد بوده ایم، هر بار که چند خشت هم بر این دیوار دولت ملت سازی روی هم گذاشته شده، با یک حرکت تخریبی همه او یک باره فرو ریخته. اما باید گفت که با حاکمیت طالبان و تسلط اندیشه طالبانی این روند هرچند معیوب اما این بار از اساس متلاشی و ویران شده است. و گونه‌ای که اکنون به جای دولت و دولتداری یک تشکیلات نظامی انتحاری و تروریستی حاکم شده. اکنون به جای دولت که نه مشروعیت داخلی دارد و نه بین‌المللی و در برابر هیچ کسی، حتی در برابر افراد و اعضای خود، پاسخگو نیست و به جای دولتداری و دولتسازی وظیفه زندانبانی و زندانسازی را به عهده گرفته و همچنین به جای ملت سازی تشدید نفرت قومی، تعصبات و دشمنی ها حاکم گردیده و همچنین به جای ملت سازی و یک رژیم مستبد تک قومی، تک زبانی و تک مذهبی بر افغانستان مسلط شده که متاسفانه تمام اقوام و گروه های متنوع اجتماعی و فرهنگی کشور را به حاشیه رانده. گروه طالبان به افغانستان به عنوان یک غنیمت جنگی و به مردم افغانستان به عنوان اسرای جنگی می‌نگرد و به همین دلیل با همه توان خود با اعمال زور و خشونت می‌خواهد این غنیمت جنگی را همچنان در چنگال خود نگه دارد. اما
همگان باید بدانند که اگر روند دولت ملت سازی بر مبنای منطقی و معقول و بر اساس واقعیت‌های عینی کشور شکل نگیرد، اولین گروهی که بیشترین آسیب را خواهد دید همان گروهی است که این روند را متلاشی ساخته است. ما باید بدانیم که امروز نه افغانستان یک غنیمت جنگی و سرزمین مفتوح الانواع است و نه مردم افغانستان اسرای جنگی هستند و کسانی که خود را فاتح می انگارند اگر اصلاح نشوند و رویه و اندیشه خود را تغییر ندهند روزی به دست همین اسرای جنگی خود مغلوب خواهند شد. مسئله دوم مسخ چهره تابناک و ماهیت حقیقی دین و شریعت اسلام است. همونطوری که جناب استاد سیاف به خوبی و به روشنی توضیح دادند، گروه طالبان امروز اونچنان یک تصویر مضحک، خشن و متحجر از اسلام معرفی کرده که باعث بدنامی اسلام و دینداری در جهان شده و جهانیان و حتی مسلمانان را از اسلام متنفر ساخته. حضار گرامی، این یک ضربه است بر مهمترین و مقدسترین ارزش معنوی و هویت فرهنگی و تاریخی ما که واقعا با آسانی جبران نخواهد شد. امروز واقعا همگی میپرسند که این چی اسلام است که حتی قاضی القضاتی گروه در کتاب خود با استدلال‌های بسیار واهی تلاش میکنه که در دنیای امروز حرام بودن انتخابات را اثبات کنه تا از این طریق حکومت نامشروع و غیر منتخب خود را توجیه کنه. و واقعا این چی شریعتی است که در قرن 21 آموزش و فعالیت زنان و همه فعالیت‌های هنری و فرهنگی را حرام بداند. اما در مقابل اینها غصب حکومت را که هم حق الله است و هم حق الناس او را حلال میشمارد و حکومت نامشروع استبدادی خود را مطابق شریعت و مجاز تصور می‌کند. من لازم می‌بینم سخن یکی از علمای بسیار مشهور از نظریه پردازان اندیشه اسلامی معاصر مرحوم دکتر یوسف قرضاوی را خدمت شما نقل کنیم. در کتاب خود به نام من فقه الدوله فی الاسلام که البته در سالهای قبل نشر شده، با اشاره به دیدگاه طالبان ایشان در کتاب میگه که من چقدر شگفت زده شدم که در بین علمای افغانستان کسانی را یافتم که معتقد است آموزش زن حرام است، انتخابات حرام است، انتخابات نمایندگان ملت، انتخاب رئیس دولت حرام است، تعیین مدت برای رئیس دولت حرام است. بعدشان میگه که بعضی معتقدن که زن در هیچ انتخابات نه حق رای داره و نه حق کاندید شدن و مکان زن خانه اوست و حق ندارد که از خانه خود خارج شود مگر اینکه به خانه شوهرش برود یا به قبرش. قرضاوی اضافه میکنه که این نظر و این قسم قضاوت در حقیقت حکم دادن به مرگ معنوی نصف ملت است و اینکه ملت با یک ریه نفس بکشد و با یک بال پرواز کند. امروز واقعا اون چه به نام امر به معروف نهی از منکر توسط طالبان جریان دارد معرفی اسلام نیست بلکه تحریف اسلام و بدنام کردن شریعت است. ما و شما میدانیم امر به معروف و نهی از منکر از نگاه قرآن و حدیث از وظایف امت است، از وظایف مردم است، نه از وظایف حکومت، مخصوصا حکومت جایر و جابر، چون حکومت خودش نیاز داره که امر به معروف شود. خداوند متعال در آیه شریفه فرموده است کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون بالمنکر و تؤمنون بالله. ببینید خداوند در این آیه شریفه امت اسلام را، ملت اسلام را با عنوان بهترین امت مخاطب قرار داده و مسئول امر به معروف و نهی از منکر دانسته، نه گروه طالب را و نه هیچ حکومت یا گروه خاص دیگری را. این مسئولیت امت و ملت است که
امر به معروف و نهی از منکر کنند، در مقابل ستم و استبداد و حکومت جور بایستند و برای برپایی عدالت قیام کنند. بارزترین مصداق معروف مبارزه با ظلم و جور و اقامه قسط و عدالت است که نظام طالبانی خود ضد قسط و عدالت است. بارزترین مصداق منکر و در رأس همه منکرات در افغانستان حکومت نامشروع و استبدادی طالبان است. واقعا به گروه طالبان باید گفت که شما حق ندارید خود را نماینده اسلام و شریعت معرفی کنید. مردم افغانستان در طول قرنهای متمادی در دینداری و شریعت مداری شهره آفاق بودند. دین و شریعت و تفسیر آن در انحصار شما نیست. دین و شریعت از همه ما و از همه مسلمانان جهان است. ما حق داریم به دنیا بگوییم اون چرا طالبان حکم دین و شریعت معرفی میکنه با جوهر و ماهیت اصلی شریعت در تضاد است و آن چرا این گروه به نام دین انجام میده با شریعت سهله و سمحه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم فرسنگ ها فاصله دارد. به اختصار از یک دو موضوع دیگه هم یاد کنم. موضوع سوم سلب کرامت و انسان زدایی از زنان و دختران است. ما باید بدانیم واقعا برخورد طالبان با زنان تنها مسئله حجاب نیست. این برخورد به معنای تحقیر زن، انسانیت زدایی از زن، سلب اراده و آزادی و تحمیل اسارت و بردگی است. طالبان در افغانستان امروز سنت دوره جاهلیت را احیا کرده. اولا زنان کشور را به بردگی کشانده و دوم واقعا رسم جاهلیت یعنی زنده به گور کردن را احیا کرده. آیا منع زنان و دختران از کسب علم و دانش و از تعلیم و تحصیل اونم در قرن 21 بدتر از زنده به گور کردن نیست؟ زنده به گور کردن به مراتب بهتر است از این که شما کسی را برای همه عمر در چهار دیواری خانه زندانی نمایی و به او حق خارج شدن از خانه و اجازه تعلیم، کار و فعالیت ندهی و بگویی و او هم در خطابه نماز جمعه بگویی که تو با چشمت تنها راه پیش رویت رو ببین تا به زمین نیفتی و حق نداری از چشم و گوش و عقل و حواست استفاده کنی. آیا این بدتر از بردگی دوره جاهلیت نیست؟ آیا این به تعبیر دکتر قرضاوی یک نوع مرگ معنوی نیمی از جمعیت کشور نیست؟ طالبان امروز مردم و به خصوص زنان را حتی از میتوانیم ادعا کنیم زنان را از بندگی خدا هم منع میکنند. از طالب باید پرسید که خدای شما خدای جاهل است یا خدای عالم؟ آیا مهمترین و شریفترین صفت خداوند علیم و عالم بودن نیست و معلم بودن؟ بدون شک از بارزترین صفات الهی علم است. مگر همه ما در حدیث نخوانده ایم که بنده خدا آن است که متخلق به اخلاق الهی و متصف به صفات الهی باشد. بدون شک خدا از بنده خود خواسته است که متصف به صفت او یعنی علم باشد. شما چگونه انسان را از چیزی که خدا برای او خواسته محروم میکنید؟ چگونه انسان را از بندگی خداوند یعنی متصف به صفات او شدن منع میکنید؟ چه کسی به شما این حق را داده؟ واقعا این برخورد طالبان مصداق اکمل بدعت است که باید با او مبارزه شود. و امروز ما و شما میدانیم حتی یک نفر از علمای جهان اسلام نیست که این رویه طالبان را تایید کرده باشد و ناشی از تفکر متحجرانه خود این گروه است و واقعا یک ضربه هولناک بر پیکر همه ملت. و امروز اون چیزی که بسیار مهمه و توجه حضار گرامی و همه هموطنان عزیز را میخواهیم این است که جدا از مسائل سیاسی وظیفه همه مردم افغانستان است که اگر توان انجام هیچ کاری را ندارند میتوانند به خاطر
جور و ستم طالبان بر زنان و دختران افغانستان یک نافرمانی عمومی مدنی را راه اندازی کنند. تمام مردان و پسران اعتصاب کنند و مکاتب و پانتونهای طالبان را تحریم کنند، در کنکور آنان شرکت نکنند. علم و مکتب و دانشگاه یا باید برای همه باشد یا برای هیچ کس. آیا برای پسران جوان ما ننگ و شرم نیست که به مکتب و پانتون بروند اما خواهرانشان در خانه زندانی باشند؟ آیا برای پدران و مادران ما واقعا ننگ و عار نیست که پسران خود را برای تعالی و ترقی و کسب دانش به مکتب و دانشگاه بفرستند اما دختران خود را از این نعمت با ارزش الهی محروم سازند و اونا را چون اسیر یا برده در خانه زندانی کنند؟ ما مطمئن هستیم اگر مردم ما با صفوف متحد و به صورت مدنی و مسالمت آمیز دست به این نافرمانی بزنند، گروه طالبان مجبور خواهد شد که در پیشگاه اراده مردم تسلیم شود. حضار گرامی، به خاطر ضیقی وقت از طرح سایر موضوعاتی که داشتیم صرف نظر میکنیم. دو سه جمله را صرف عناوین و فهرست بعضی موضوعات را خدمت شما مطرح میکنم. یک، توهی ساختن افغانستان و محروم ساختن مردم از دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر با مداخله غیر علمی و ویرانگر در امور آموزشی، اخراج کادرهای شایسته و با تجربه علمی از دانشگاه ها و کم اهمیت نشان دادن تعلیمات اصلی. دو، مرگ قانون و حکومتداری قانونمند، لغو قانون اساسی و قوانین دیگر و حرام پنداشتن قوانین موضوعه و تأسیس قوه مقننه و واقعا تبدیل کردن اداره افغانستان به حکومت جنگل. بحران مهاجرت اجباری به عنوان محصول دیگر حاکمیت نحس طالبان که باعث شده با گریز مغزها و سرمایه ها کشور ما هم از سرمایه معنوی تهی شود، یعنی از اندیشه و دانش و دانشمندان، و هم از سرمایه مادی یعنی پول و سرمایه. نکته بسیار مهم، بدنام ساختن افغانستان به عنوان کشوری است که زمامداران آن به عنوان ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد معتبرترین محکمه جنایی بین المللی قرار گرفتند. جناب استاد صدا شما رو ما نداریم. جناب استاد مایکتان خاموش است. مایکتان خاموش شده. هم یک جمله پیشترتان نشنیدیم. من متوجه نشدم از کجا قطع شده. پس به هر صورت با جای شرم و ننگ است که حاکمان امروز افغانستان در کنار بدنامترین جنایتکار جنگی جهان قرار گرفته که قاتل ده ها هزار مردم بیگناه فلسطین است. در آخر و قبل از ختم سخنانم واقعا ضمن ابراز سپاس و امتنان از محکمه جنایی بین‌المللی، از قاضیان و دادستانهای این محکمه، از همه نهادها، دولتها و جامعه بین‌المللی انتظار داریم که حداقل به اندازه محکمه جنایی بین‌المللی جرأت و شهامت کنند از تعامل با قاتلان مردم و مرتکبان جنایت علیه بشریت دست بردارند و بدانند که این گروه به هیچ صورت از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند و باید هر چه زودتر با همکاری همه جوانب بین‌المللی دخیل در امور افغانستان بستری فراهم شود که از طریق یک گفتگوی فراگیر و با اشتراک نمایندگان تمام اقوام و احزاب سیاسی کشور به بحران فاجعه بار افغانستان خاتمه داده شود و نظام مبتنی بر اراده مردم و بر اساس قانون اساسی و با مشارکت همه گروه های جامعه متکثر افغانستان ایجاد گردد و من الله توفیق.